خلاصه شوکه کننده از جنگ 10 روزه ایران و اسرائیل. جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل واقعاً چطور اتفاق افتاد؟ این خلاصه پربازدید رو ببینید. با یک حمله موشکی شروع شد. بعدش دیگه اوضاع از کنترل خارج شد. ایران و اسرائیل تقریباً 2 هفته درگیر بودند. موشک پهپاد تهدید و کل خاورمیانه رو به لرزه درآوردند. شبکه‌های اجتماعی پر شد از فیلم‌ها، شهرهایی که شب‌ها روشن می‌شدند، آجیرهای خط، شایعات اخبار واقعی که با هم قاطی شده بودند. فقط تو 12 روز، هر دو طرف ادعای پیروزی‌های بزرگ رو داشتند و تلفات بزرگتر هم داشتند. قیمت نفت سر به فلک کشید. رهبران جهان برای کاهش تنش دست پاچه شدند. مردم همه جا پرسیدند آیا این میتونه به یک جنگ تمام یار منطقه‌ای تبدیل بشه؟ در نهایت یک آتش‌پس شکننده به درگیری‌ها مکث داد، اما هیچی واقعاً حل نشده. دنیا هنوز داره نگاه میکنه. چون تو خاورمیانه صلح میتونه به اندازه یک توییت شکننده باشه. این هرج و مرج رو از دست دادی. حالا دیگه در جریانی. این هرج و مرج رو از دست دادی؟ حالا دیگه در جریانی.